دوستای گلم سلام، به یه ویدیو جدید از ما خیلی خوش اومدین. قراره که توی این ویدیو و ویدیو بعدی از 2 هیرو اینفنتری جدید که به بازی معرفی شدن رونمایی کنیم. بریم یکم بیشتر درباره با این هیرو بدونیم. هیرویی که قراره دربارش بدونیم امروز هیرو استلا هستش. استلا یه هیرو از خانواده اینفانتری است، در کنار اینکه از تالنت سیج برخورداره، یعنی میتونه محاصره و رالی ها رو انجام بده و مخصوص برج زنی، شلتر زنی هستش. همچنین از خانواده هیروهای اسکیل تالنته که تقویت قوای اون رو در اعمال دمیج هاش افزایش میده. همچنین هیرو یکی از دسته هیروهای سوپر هیرو هستش و خب دارای یه گانه که این گان این قابلیت رو بهش میده که خب وقتی شما ارتقاش میدین و اویکنش میکنید قابلیت های نهایی این هیرو افزایش پیدا میکنه. به طور مثال خب ما اگه بخوایم پیش از اینکه بریم سراغ اسکیلاش این ویژگی رو بگیم، مثلا نمیشه که کانتر اتک 3 تا 20% شانس اینو داره تا 3 تا ریج بگیره برای حالا افزایش تقریبا میشه گفت 21% اینفانتری اسکواد اتک رو افزایش میده و تا 8 ریج میشه گفت ریکاوری ریج میکنه و خب تا 50% این شانس وجود داره. بازم بستگی داره اینکه این هیرو اویکن بشه و همچنین سوپر اویکن بشه. توی اسکیل اولش ما میکنیم که خب 1000 تا ریج نیاز داره برای اینکه بتونه اسکیل دمیج وارد بکنه. ضمن اینکه خب یک دمیج رو وارد میکنه به هدف تارگت متقابل معادل با 13500 دمیج و خب دمیج خودش رو به صورت یک کانتر دمیج تا 22.5% افزایش میده به مدت 3 ثانیه و همچنین اگر این دمیج ها به صورت یک رالی باشه کانتر دمیج مجددا تا 29% دیگه هم افزایش پیدا میکنه بجز 22.5%. در اسکیل دوم ما میخونیم که خب اینفانتری اسکواد اتک تا 32% ارتقا پیدا میکنه و کانتر اتک 30% شانس اینو داره که در صورت یک استک وار بگیره. خب این یه پدیده جدیده و من باید اول این هیرو تست کنم تو مثلا این استک وارها چی هستن، چون ما در ادامه خیلی باهاش ارتباط داریم. میگه که وقتی که خب یک استک وار رو به خودش بده تا حالا 2 تا استک وار هر ثانیه میتونه مجموعاً تا 10 تاش رو یک بیزیک اتک دمیجی رو تا 3% کاهش بده. پس این ما بیسیک اتک هایی که داریم رو اگه 10 تا استک رو داشته باشیم 10 تایمز 10 بار استک اتک این استک ها رو استک وارا رو داشته باشیم این ویژگی رو به ما خواهد داد. توی اسکیل سومش خب ما میخونیم که میگه در هنگام رالی کردن HP رو تا 26% و کانتر دمیج رو مجددا تا 24% دیگه ارتقا میده. این هیرو واقعا پارتنر واقعی هیروی ادی هستش، یعنی خداوندگار کانتر دمیج این دوتا. و خب در ادامه میگه که وقتی که خب 10 تا یا بیشتر وارویل استکس داشته باشه همه رو پاک میکنه و در ازاش یک دمیج رو به تارگت متقابلا 11200 دمیج وارد میکنه. وقتی که سایز اسکواد خب کمتر از 50% باشه 20% هم دمیج اضافی وارد میکنه. پس ببینید دوستان ما یک بار در اسکیل اولش 13500 تا دمیج داشتیم، بار دیگه در اسکیل چهارمش 11200 تا، یعنی شما برو بالای 20 خورده 1000 تا دمیج. و در اسکیل اویکنیش هم که خب به ما میگه که کانتر دمیج رو تا 21% افزایش میده و وقتی که همه وارویل استکس ها تموم شه کلر شه
20% شانس اینو داره که 2 تا حالا وارویل استکس رو بازیابی کنه، بهتون پرداخت کنه. این ویژگی های کلی از این هیرو بود و خب در ادامه این که این هیرو جزء از هیروهای آلستار نایته و با توی میشه گفت به اصطلاح این رویداد به دستش بیارید. میتونه با حالا هیروی دوم خودش که گودالا هستش ست بشه و دمیج خب خوبی رو بده. و خب یکی از ویژگی‌هایی که خود بازی نوشته اینه که در صورتی که یک گرده همایی، یعنی چند نفر بخوان این حالا به اصطلاح رالی رو بزنن، دوام بیشتری رو در مقابلش خواهد داشت. اگه بخوایم خب دیگه در خصوص با موارد دیگهش صحبت کنیم، در صورتی که شما این هیرو رو فعالش کنین، یعنی فولش بکنین، اون وقت به شما 14750 تا دمیج رو اعمال خواهد کرد، یعنی از 13500 تا. و خب یه شیلد فاکتور تقریبا 12050 هم بهتون میده. خب این خیلی خوبه. و خب بازم یه اتک 42% بهتون میده، HP 30% و کانتر 26. اون دمیج چهارمی هم که بهتون گفته بودم تقریبا به 12880 تا میرسه. و خب وقتی که هم اویکن بشه کانتر دمیج رو به 32% میرسونه و در عین حال خب شیلد فاکتور تا 2100 هم ارتقا میده. من واقعا میگم هیرو خداست، یعنی واقعا میگم این هیرو خداست. یعنی هر چی دارید جمع کنید این هیرو رو بگیرید. این هیرو معرکه است، از هر جهت شما به این هیرو نگاه کنید هیرو معرکه است. یعنی واقعا شما نمیتونید بهتر از این هیرو اصل و ابد پیدا بکنید. خیلی هیرو خوبیه و میتونه مثلا با هیروهایی مثل ادی برای حالا فرمول سیجش به کار گرفته شه، چون این هیرو هم دوباره کانتر دمیج زیاد داره. یا مثلا میتونه خب با میاموتو باشه یا با ادوت باشه، بازم بستگی داره که شما میخواید ازش چه استفاده بکنید. حتی من پیشنهاد میدم این هیرو میتونه با مستر جین هم خیلی قوی تر عمل بکنه. اصطلاح واقعا هیرو خیلی خوبیه. مرسی که تا اینجا همراه ما بودین. ویدیو بعدی هم حتما ببینید. دوستتون دارم. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.